با سلام خدمت شما دوستان گل، خیلی خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگه فارسی تک. امروز طبق معمول اومدیم با یک آموزش خفن دیگه و میخوام بهتون یاد بدم که چطور بدون پسورد وارد سیستمتون بشید. اگر به این محتوا علاقه من هستین لطفا ادامه ویدیو رو تماشا کنید. من امیرحسینم و اینجا کانال فارسی تک هست. خیلی ممنونم که دارید ادامه ویدیو رو تماشا میکنید. لطفا این پای لایک و سابسکرایب بیاتون نره و علامت زنگوله رو بزنید تا به محض انتشار ویدیو جدید ازش مطلع بشید. خب بچه‌ها بریم سراغ آموزش. خیلی وقتا پیش میاد که شما سیستم خونگی دارید، حالا یا لپتاپ یا پی سی، و هر سری که میخواید وارد سیستمتون بشید نیاز به یک پسورد داره. حالا بعضی پسورد ندارن که هیچی، ولی اونایی که پسورد دارن نیاز به زدن پسورد دارن. یه برنامه هست بچه‌ها به اسم اوتو لاگ آن. این برنامه میاد چیکار میکنه؟ میاد وقتی که شما توی خونتون هستید میتونید که فعالش کنید و دیگه نیازی به پسورد وارد کردن نباشه و هر وقت که دلتون خواست میتونید دیزیبل کنید. حالا بیاید بریم محیط برنامه رو بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها برنامه اینه، شما میتونید توی مایکروسافت استور تهیه کنید و اینکه من میتونم خود فایلم داخل کانال تلگرامی فارسی تک قرار بدم و از اونجا دانلودش کنید. اول از همه نیاز به اکسترکت داره. بعد از اینکه اکسترکت کردید بیاید وارد فایل بشید و یه همچین گزینه‌ای که باید روش کلیک کنید. خب بچه‌ها بعد از اینکه کلیک کردید قبلش که خب یه سری مراحل نصب داره که خیلی راحت دو تا مثال بزنید نصب میشه. اجازه بدید من اینو ببندم. بچه‌ها یه همچین محیطیه، یه یوزر نیم داره، یه دامین داره، یه پسورد داره. حالا شما باید دامینتون رو مساوی با یوزر نیمتون قرار بدید. شما هر چی که یوزر نیم دارید دامینتون هم همون رو قرار بدید. مثلا بذارید من بنویسم مثلا همین ادمنستریتور رو. عذرخواهی میکنم فارسی بود. ترجیحاً سعی کنید حروف کوچک بزرگش حتما رعایت کنید. بچه‌ها فقط کافیه اگر سیستمتون پسورد داره، حالا سیستم من پسورد نداره نیازی نداره، پسوردتون رو فقط کافیه اینجا وارد کنید. بعد از اینکه وارد کردید فقط کافیه که انیبل بزنید و تموم شه بره. خب حالا به نوعی مثلا میگیم شما لپتاپ دارید. اگر بچه لپتاپ دارید و خواستید مثلا جایی با خودتون ببرید و دیزیبل کنید هیچ کاری نداره، فقط کافیه دوباره پسوردتون رو وارد کنید و اینجا تهش دیزیبل کنید و بعدش برنامه رو کلا ببندید. به این صورت به راحتی شما وارد سیستمتون میشید، وقتتون گرفته نمیشه و اینکه کار به نظرم راحتیه، یه مقدار زمان رو واسه ما میبره جلوتر. خب بچه این از آموزش امروزمون. یه نکته رو خواستم بهتون بگم، انشالله به امید خدا از فردا یا پس فردا قرار ویدیوهای گیمی رو شروع کنم. اگر موافق هستید چیزی مد نظرتون هست واسه گیم، حالا گیم پلی و یا حالا FPS یا موارد بازی، هر چیزی مربوط به بازی، اگر نیاز داشتید بنویسید، کامنت کنید، من حتما براتون ویدیوشو تهیه میکنم و آپلود میکنم. امیدوارم که بچه‌ها روز خیلی خوبی رو داشته باشید. دوستتون دارم.